اوکی. خب رفقا خوش اومدید به یه ویدیو ترسناک لایو دیگه. ما هر هفته یا پنجشنبه یا جمعه لایو داریم که حالا ویدیوهای ترسناک و جستجو اینا میذاریم دیگه، خودتون میدونید. امروز به خاطر این اتفاق وحشتناکی که افتاده، جنگ اوکراین و روسیه، یعنی جنگ روسیه و اوکراین در واقع، البته از 2 هفته پیش هم همه گفته بودن که چهارشنبه شروع میشه. توی اینستاگرامم لحظه به لحظه اخبارشو واسهتون گذاشتم، ولی خب این یه ساعت آخر چون درگیر ویدیو بودم دیگه نرسیدم براتون بذارم. کسایی که اینستاگراممو دارن اونجا لحظه به لحظه میتونن ببینن حالا چه اتفاقایی تو جنگ میفته. اینا زیاد خوشایند نیست واقعا، لعنت به هرچی جنگه. امیدوارم که همیشه همه جا صلح باشه. عشقی دمتون گرم. عروسکم میخرم، یه عروسک فیرکی میخوام بگیرم این پشت بذارم. حالا به غیر از عروسک 2-3 تا چیز دیگه میخوام بذارم، دنبالش هم میخوام یه چیز واقعا آس بذارم که خب ویدیو اول یه 2 تا مردن که یهو وارد یه راهرو میشن، یهو یه چیز کوتوله میبینن. نگاه کنید، یه ذره دوباره از اول عقب ببینیم. همچین که وارد راهرو میشن یه چیز کوتوله میبینن، کوتوله سری میره تو اتاق، میره حالت یه اتاق سمت راست داره، اینا میرن دنبالش. نگاه کنید بیرونم نیومد، چراغ که روشن میشه وارد اتاق میشن نیستش. ببینید وارد یه سالن میشن، یه چیز سیاه میره داخل یه اتاق. این ویدیو رو دقیقا از همون وب که گفتم پیدا کردم. ویدیو دوم یه دختره که تسخیر شده، نکنید چجوری چی کار میکنه. نکنید این علائم تسخیر شدن یه آدمه، حتی دختر بچه. معمولا کم سن و سالتر بیشتر در معرض خطرن. بسم الله الرحمن. باباشه کیه داره آرومش میکنه. و معلومه آمریکا، میگم ویدیو برای مکزیک یا آمریکای جنوبیه، معمولا اونجاها خیلی از این اتفاقا میفته. تو کار دعا و جادو جنبلن. کلمبیا، مکزیک، آمریکای جنوبی زبونشون اسپانیوله، اونا بیشتر تو کار دعا و جادو هم. من خیلی ویدیو ازشون دیدم. گردنشو نگاه کنید، مثل بقیه ویدیوهایی که نشون دادم گردن باد کرده، گردن باد کرده و قش کرد. بیچاره چشاش چرا شبیه گربه شده. تو این ویدیو طرف یه لایو گذاشته از این ژاپنی پلشداس که آرایش مارایش میکنه، همشون هم زشتن، آرایششون پاک کن شبیه هیولا میشن. پشتش یه چیزی وایستاده، اریگاتو. و نمیدونم این چیز سم چیه اون پشت وایستاده. پسره داره هیزی میکنه یا اینکه این یه موجودی چیزیه. ببینید جن میتونه خودشو به شکل انسان در بیاره، به هر شکلی که دلتون بخواد در بیاره. انواع اقسام داره، اصلا نمیشه گفت این فقط این کارو میکنه، نه جن فقط اینجوریه، جن فقط اونجوریه. همچین چیزی نیست. ما هنوز هیچ اطلاعاتی راجع به اجنه و جن نداریم. راجع به اینجور موجودات اطلاعات 100% نداریم. همش فقط در حد نکنید اون پشت وایستاده. کوئی نہیں ہوتا. کسایی که تو چتن انگار مثلا ما لایویم، الان مثلا پشت من چیزی باشه شما بهم میگید دیگه، برمیگرده اینه نیست. تو ویدیو بعدی بزنم عقب، توی ویدیو بعدی 2 تا ژاپنی ان که دارن از این بازی‌های برد انجام میدن، احضار و اینا، که نگاه کنید چه اتفاقی میفته. واقعا این بازی شوخی بردار نیست. حالا خیلی هم بازی میکنن اتفاقی نمیفته،
این از 1000 تا یکیه. یهو چراغ شروع میکنه به کم و زیاد شدن، از زیر کاسه خون میزنه بیرون. اینا درجا خودشونو خیس میکنن، قهوه‌ای میکنن خودشونو. شمع و چراغ و اینا خوراک اینه که بخوای احضار کنی، راهو بهشون نشون میدی. شمع و چراغ رو روشن کنید، امشب عروسی داریم. ناکن یهو داستان غم انگیز میشه. در پیکر برای خودش باز میشه. این دوتا هم کپ کردن. اون کی بود اون ته؟ یکی اون ته داشت نگاهشون میکرد. خب ویدیو بعدی رفقا خیلی ترسناکه. یعنی خیلی ترسناک که دیگه انقدر من ویدیو ترسناک خفن براتون گذاشتم دیگه فکر نکنم از چیزی بترسید. واقعا من کلی آدم نترس تحویل این جامعه دادم. تو این ویدیو یه دختر و یه پدر و دخترن رفتن توی قاره، این کوهنوردان. ببینید چی پیدا میکنن، یعنی چی میبینن. صدا میاد، صدا یه حالت کریچر، یه موجود عجیبیه. خنده شوخی میگیرن. ما همیشه همینیم، خنده شوخی میگیریم همه چیو، ولی یهو جدی میشه، مثل جنگ جهانی سوم که راه افتاده. میرن جلو اونجا. یهو دیدید موجودا، یهو یه موجود خیلی فریکی میبینن. ببینید اینجور موجودا من کلی گفتم توی تونلا، زیر زمین، کلا زیر زمین زندگی میکنن. توی خیلی از ویدیوها هم چاه که کندن یا مثلا واسه لوله چیزی کندن، از توش صداهای عجیب غریب اومده. به نظر من که این موجودات زیر زمین زندگی میکنن. چشاشو دیدید؟ یه برو که دیگه اوضاع خیته. ویدیوی بعدی یه دختر جن زده است وسط خیابون. نکنید آویزون ماشین پلیس شده. نکنید میخواد بیاد گاز بگیره. خب حالا مرده این زنا داشت جیغ میزد. این بیچاره تسخیر شده. بعد اینجا تو آمبولانسه. اومده بود توی خیابون هی به مردم گیر میداد. این فکر کردم مریض، آوردنش تو آمبولانس. صداشو صدا کلا مردونه شده. آره پلیس کپ کرد، جیغ زد. این تو آمبولانس داشت حالت صدای مردونه در می آورد از خودش. یه حالت صدای عجیب غریب بود. خب بریم ویدیو بعدی. دو تا جستجوگرن اومدن توی خونه جستجو کنن. اومدن توی خرابه.
خب اوکی. چی طرف رو کامنت نوشته من جن هستم. منم مسخره هستم. جنگیر ماهر. میگه عکس بگیر. ببینید از یه محیط تاریک نمیگم امتحان کنید، چند تا عکس پشت سر هم بگیری امکان داره توی یه دونه از این عکس‌ها یه چیز وحشتناکی بیفته. داره عکس میگیره همینجوری با خودش. خوراک این دوربیناست که عکس از زیرش در میاد، اینجوری تکون میدن ظاهر میشه. این عکساشه. اینا حس کردن که یه چیزی اینجا هست. کلا امروز زدیم تو کار ژاپنیا. اینجاشو دقت کنید، همچنین که میره جلو یه کله سیاه از سمت راست میاد بیرون. این نمیفهمه. وای 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 این چی بود دیگه؟ این نفهمید کلا. دوباره ببینیم یه کله سیاه اومده بیرون داره اینا رو نگاه میکنه. مثل همون افسانه ژاپنیا و چینیا که گفتم، کلا یه دختر با موهای مشکی روی صورتش، مثل فیلم کینه. صداش چجوری بود؟ صدای فیلم کینه چی بود؟ خود کینه هم خدایی کینه نکنم. تو این ویدیو یه زنه است بیچاره. این ویدیو بیشتر میخوره آدم فضایی باشن تا جن و ارواح اینا. این فهمیده که دور و بر خونهش چند تا موجودن که چشاشون حالت برق داره، انگار چشاشون روشنه. دوربینش رو روشن میکنه و میره که داشته باشه. As she heads outside, she notices something towards the back of the house. نگاه خونش کجاست؟ وسط خونه گنده ای هم هست، وسط جنگله. نمیدونم چی جوری زندگی میکنه ولی خیلی هم حال نکنید. پشت دیوار یه چی داره زاغسیاشو چوب میزنه. این ویدیو قشنگ معلومه واقعیه، چون استوری خود طرفه. داره نگاش میکنه، میگه کی هستی اونجایی؟ بیا بیرون، بیا بیرون پدر سگ. هی میاد بیرون، هی میره. نکنی اومد بیرون. خب همچین خونه ای دور و بر جنگل، انقدر خوف، معلومه خب یه چیزی میاد. این به نظر من یوفوان، آدم فضایی هن، جمن نیستن. من خودم زیاد به داستانهای آدم فضایی اینا علاقه ندارم، ولی خب ویدیوهای جالبی دیدم. نکنید یه چیزی میتونید ببینید که میاد بیرون و میره داخل، انگار یه نوره، انگار چشمه. بعد این روز اول نیست، چند روز این اتفاق میفته که
دوربین مداربسته خونه هم حتی میگیره. الان یه چیز فوق العاده وحشتناک تو این دوربینه ضبط کرده. صدا زنه میاد میگه کیه؟ فرار میکنه. یهو چی دید؟ آن سمت راست دیوار یه چی اومد بیرون. دیدید؟ هم سمت راست دیوار یه چیزی اومد بیرون، هم یه چی با سرعت رد شد. حالا این دوربین از روی دستش داشت فیلم میگرفت دیگه. حالا اونه از این زاویه. نگاه کنید. وای یا امامزاده های تازه تأسیس. این چیه دیگه؟ میبینید کلش رو ببینید، انگار مثل زنبور، انگار مثل مگس میمونه. انگار یکی یه ماسک شیمیایی گذاشته. بدبخت فرار کرد. ببین اینایی که نزدیک به واقعیتن خیلی بیشتر منو میترسونن. قشنگ داشت نگاش میکرد. وقتی میره جلوتر همچین چیزی میبینه. میگه خیلی ها گفتن که این یه آدمه که ماسک شیمیایی زده. خب ماسک شیمیایی که توش لامپ روشن نیست. این چی میتونه؟ به نظر من آدم فضاییه این. شاید هم یکیه که میخواد این زنه رو بترسونه. تو این ویدیو طرف توی بیمارستان نصف شبه. در بیمارستان، در ورودی بیمارستان هی برای خودش باز و بسته میشه. این پسر هم داره به زبون خودش باشون ارتباط میگیره که در رو ببندید باز کنید. میگه درها دارن باز و بسته میشن. نکنید داشتن برای خوش باز میشه. بهش گفت در ببند بسته رو. دیگه لعنت بهت، بعد اینجا برم. آخرش در محکمتر بس. ویدیوی بعدی دو تا آدم هن نشستن، فکر کنم روس هم هستن. ببینید چی میشه یا تو خونه خیلی قدیمیه. داره سی جی میزنه. از این خونه قدیمی هاست توی برف و اینا. چی بود؟ نگاه کنی؟ این دیگه واقعیه قشنگ.
قشنگ رو هوا بلند شد گفت جون مادرت. این چی بود دیگه؟ سکته. همه چی رو ریخ به هم. نکن چراغ چجوری خاموش روشن میکنه. وای وای وای. Now, potato quality aside, we can see that the light in the room starts to flicker and an object falls on the floor. Moments later, the lights go out completely for a few seconds, and we can hear bangs and objects moving around in the room. چراغ همینجوری برخوش خاموش روشن میشه، بعد یهو صدای بنگ خیلی محکمی میاد، انگار داره همه چی میکونه تو در دیوار. ویدیو بعدی یه مرد آمریکاییه که خونش کامل تسخیر شده، همه چی هم ریخت و پاشه، یعنی ریخته به هم همه چیو. این ویدیو تیکه اولش خیلی عجیب غریبه، نگاه کنید. موهای مرد رو نگاه کنید، شبیه متالیکاه. موهاشو نگاه کنید سمت راست. وقتی وارد خونه شده دیده که بابا همه چی ریخته شده به هم، یعنی تمام جعبه ها و اینا همه چی رو ریختن به هم، انگار که دزد وارد خونه شده. موهاشو نگاه کنید، دیدید؟ قشنگ موهاشو اینجوری تکون داد. یه بار دیگه ببینیم این تیکه رو. قشنگ موهاشو تکون داد، کپ کرد. نکنید اینجور ویدیوها خیلی نزدیکتره به واقعیت تا این داستانای مسخره‌ای که توی یوتیوب پره. نمیدونم داستان کله کرا کله نمیدونم مربعی یا نمیدونم زنان چش سفید و چش قرمز و اون همش داستانه. روز بعد دوباره یه ویدیو آپلود میکنه، میگه که از این بالا سقف سالم بوده، توی یک روز تبدیل شده به یه خرابه. انقدر نمیدونم، میگه که انگار که یه چیزی پس داده، نم پس داده انگار روی سقفش. هر جا که اینجور موجودات میرن کثیفی و کلاً بوی گند و حشرات موذی و مثل سوسک و موش و اینجور چیزا هم قشنگ اونجا وای 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 قشنگ داشت نگاش میکرد. این داره سقفو میگیره، اون داشت نگاش میکرد. البته بگم اینا خیلی هم زندگی‌های کرکسیفی دارن، مثل ما ایرانی‌ها نیستن بابا، ما خیلی ترتمیز زندگی میکنیم، خیلی بیشتریامون وسواس داریم. اینا کلن همه چی ریخت و پاش و درب و داغون، هر چی ریخت و پاشتر کرکسیفتر خونه زندگی کرکسیفتر. نگاه کنید قشنگ داره یه سایه نگاش میکنه. کلن اگه میخواین گیر این چیزا نیافتید همیشه دور و برتون رو تمیز نگه دارید. کلن اینجور چیزا به کثیفی و به آشفتگی و به این چیزا خیلی علاقه دارن، بیشتر سمتش میان. این فیسبوک طرفه، اینستاگرام طرفه. خب ویدیو بعدی بکنم 2 تا ویدیو بعدی صبر کنیم. 2 تا ویدیو بعدی توضیح خاصی نداره. 2 تا ویدیو بعدی ویدیوهای ساخته شده ترسناکه، حالت جامپ اسکره. بعد قبلش من بگم که یهو پریدید من بیچاره رو فوش ندید.
بریم با هم ببینیم. من خودم هم این دوتا رو ندیدم. خدا لعنتت کنه، خدا بر پدرت لعنت. خوب کردم. دوچرخه رفت و آسانسور. پلکم میزنه، خیلی باحال. پلکم میزنه. گم شو. این ویدیو بعدیشه. کیه در راه میره اونجا؟ خیلی جالبه. پلکم میزنه. دوربین تو چششه انگار. سلام. سلام تو بالا یه بله. وسط هیری ویری یارو زده شما نهار خوردین. نهار نخوردین. این کیه؟ بیبی الان میپریم. یو سلام. سلام. بر پدرت لعنت. سلام علیکم. علیکم سلام. بیا تو. چطوری؟ ایوا این چی؟ الان میاد. چرا روشن میکنه نیست؟ وای خدا لعنتت کنه. میگم مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. عشقی تو قلب من جا دارید. باشید کانالو تلگرام هم فالو کنید. همون توی اینستاگرام آدرسش هست. این پایین توی توضیحات هم آدرسش هست.
هر شب یه فیلم ترسناک میذارم، فیلمایی که خودم دیدم، فیلمای مثلا آتشخال نمیذارم، فیلمایی که خودم دیدم مثلا ترسناک بوده، خوب بوده، لولش اوکی بوده رو توی کانال تلگرام میذارم. دمتون گرم، عشق منید و اینکه مراقب خودتون باشید. امیدوارم که همیشه همه جا صلح باشه، اصلا نگران نباشید. جنگ جهانی سوم اسمشه، فکر نکنم حالا داستانی بخواد بشه، ولی خب ما اصلا از فردامون خبر نداریم. امیدواریم که زودتر همه جا صلح بشه، همه جا خوبی خوشی باشه و به خاطر 4 تا رهبر و 4 تا سیاستمدار این همه آدم آواره و بدبخت و بیچاره نشن. دعا میکنیم که همیشه صلح باشه. آمین.